وقتی کسی شوره سر میگیره معمولا علتش یا از کبده یا از کبد چربه، فرق داره با هم دیگه، دقت کن به این موضوع، یا از کمخونیه یا از چربی خونه. اینا رو باید رفع بکنی. بعد وقت حالا شامپو هم میتونه موضعی اثر داشته باشه. اولا که حتما برو توی استوریا اعلام نتایج رفع شوره سر رو گذاشتم نگاه کن. کسایی که نتیجه گرفتن همه اونایی که علتشون داخلی بوده، بررسی شده، پیدا شده، راهنمایی شدن، اون دستورات رو انجام دادن، مشکلشون برطرف شده. چیزی که باید استفاده بکنی اینه: پودر پاکسازی کبد، دستور نوشیدنی تقویت کبدم برات تو استوری قبلا گذاشتم، بازم میذارم. این خیلی داروی خوبیه. ببین یه چیزی که حالا شاید ایراد بگیرید، بگید آقا چرا همش تو دستوراتت اینا هست. اولا که اینا مثلا شما توی نسخه های ابو علی سینا بری نگاه بکنی توی کتاب قانون یا حالا دستنوشته های دیگهش که وجود داره راجع به پزشکیه، خیلی خیلی زیاد میتونیم ببینی که تقریبا تو تمام نسخه هاش از خاکشیر استفاده کرد، یعنی دارو جنراله. چون برای خیلی از پاکسازی خیلی از غدد داخلی بدن مناسبه، بنابراین یه داروی خیلی ساده ایه که ارزونم هست، تو همه جای کشور پیدا میشه، راحت استفاده میشه، همه دوستش دارن. یعنی کسی نیست مثلا بگه من از خاک شیر بدم میاد، به ندرت یه آدم پیدا بشه، چون مزه خاصی هم نداره. برای خیلی از بیماری مثلا جوشوندش برای دیابت خوبه، اگه زیاد دم بکشه برای صفرا خیلی خوبه، همینطوری ساده تو آب بریزی بخوری، شربتش و نوشیدنیش رو بخوری برای معده و روده مثلا خوبه، اسید معدت رو میگیره و خیلی خلاصه کمک میکنه به پاکسازی کبد و صفرا و اینا. برای همین پزشکای بزرگ دنیا کسی نیست همشون از خاکشیر استفاده میکنن. خب حالا پس نوشیدنی تقویت کبد، پودر پاکسازی کبد استفاده میکنی برای رفع شوره سرت. از دم کرده رفع چربی خون من میتونی استفاده بکنی، توی استوری میذارم، اعلام نتایجش هم میذارم، حتما نگاه کن. یه چیز دیگه که خیلی خوبه تو خونه میتونی درست بکنی، مخلوط فلوس، ترنجبین، اگه ناراحت نمیشی بید، کاسنی، شاهتره، اینا رو با هم یه چند دقیقه میجوشونی، صاف میکنی. بعد از صاف کردن خاکشی رو بهش اضافه میکنی و استفاده میکنی. این چربی خونتو میاره پایین. وقتی با فلوس همراه باشه چربی خونو میاره پایین. ببین مواد گیاهی مثل خیلی از غذاها یا از داروهای دیگه، مثل خیلی از داروهای دیگه، اینا وقتی با هم ترکیب بشن ماهیتشون عوض میشه، کیفیتشون عوض میشه، کمیتشون تغییر پیدا میکنه و یک واکنش جدیدی از ترکیب به وجود میاد و موضوع اصلا تغییر پیدا میکنه. مثلا شما اگر خاکشیر رو همینجوری بخوری، یه نوشیدنی ساده است که تو مهمونی ها استفاده میشه، البته موثر هم هست برای پاکسازی بدن. همین رو وقتی مقدار خاکشیرشو زیاد بکنی، گرم بخوری، بدون شیرین کننده بخوری، حالت دارویی پیدا میکنه. اگر خاکشیرشو بذاری شب تا صبح بمونه، دم بکشه بخوری، صفراتو پاک میکنه. اگر به همین فلوس اضافه بکنی، این علاوه بر این که صفراتو پاکسازی میکنه، چربی خونت هم از بین میبره. اگر بهش ترنجبین هم اضافه بکنی، علاوه بر این که چربی خونتو از بین میبره، صفراتو پاکسازی میکنه، کبد چربت هم کمک میکنه رفع بشه، یبوستت هم برطرف میکنه. پس بنابراین ما دستورات خونگی که میگیم یه چیزیه که تمام این فاکتورها رو داره دیگه، ساده است، ارزون، اثرگذار، در دسترسه. مثلا نگفتیم برو پشم زیر بغل بلبل از هندوستان بیار، یا زرده تخم مورچه رو مثلا از تبت باید بیاری، اینا رو با هم مخلوط کنی، ساعتش هم مثلا باید 6 صبح باشه ها و الا اثر نمیکنه. اینجوری اصلا نیست. طب سنتونه که از این چیزای عجیب غریب بهتون میگن، یه چیزی رو با هم قاطی میکنن، یه اسم من در آوردی میذارن روش، اینا بیشتر همون فروش محصول خودشونو و اینا. آره یه خود باید حواست جمع باشه. خلاصه میدونی باید طب سنتی ساده است، تو خونت باید باشه، وسایلش اثرگذاری هم باید ببینی ازش.